الان شد. اوکی. خب خیلی متشکرم از حضور همگی و ممنون از خانم دکتر. امروز در مورد آتش سوزی اخیری که توی لس آنجلس اتفاق افتاده و ابزارهایی که میتونیم داشته باشیم برای مدیریت بحران و کنترل استرسی که توی این شرایط هست صحبت میکنیم. در خدمت خانم دکتر فوژان هستیم، خانم دکتر استاد دانشگاه، روان درمانگر، مشاور خانواده که بیشتر از 30 سال سابقه کار دارن، نویسنده هستن و سخنران بین‌المللی و مؤسس تئوری AIT یا یک پارچگی آگاهی. خیلی متشکرم. میدونم که چقدر توی این موقعیت شما هم خودتون گرفتار هستین با برنامه ها، ولی ممنونم که این فرصت رو به ما دادین. خانم دکتر میدونین توی این چند روز اخیر ما شاهد بودیم یکی از بزرگترین آتش سوزی‌هایی که توی منطقه لس آنجلس اتفاق افتاده و خیلی تعداد زیادی از خانواده ها متاسفانه خونه هاشون رو از دست دادن، حتی آسیبای جسمی یا روحی خوردن. و وقتی که همچین بحرانایی اتفاق میفته ما احساسات خیلی متفاوتی رو تجربه میکنیم. توش غم هست، خشم هست، حتی درماندگی هست و مستحصل میشیم که چی میتونه بهترین کمک باشه. ممنون میشم که ما توضیح بدین که ما چطور با این احساسات میتونیم کنار بیایم و تو این شرایط سخت چی میتونه در واقع کمک کنه که این مقدار مسلط بشیم به اوضاع. حتما. اولا با تشکر از شما خانم میترا شبانی و مرکز برابری پارس که این فضا رو به وجود آوردن و بسیار زیاد دارن خدمت میکنن الان به تمام هموطنانمون که به هر صورت مدلی آسیب دیدن. مدل های مختلفی عزیزان الان آسیب دیدن. کسانی بودن که به هر صورت خونه هاشون رو از دست دادن، بودن که قسمتی از خونه هاشون از دست دادن و ساعات و سالیان شاید بعد کار بکنن که اون خونه خودشون رو دوباره برگردونن به اون فضا. کسانی بودن که توی ترسش بودن و خودشون ممکنه اون رو از دست ندادن ولی به هر صورت جابجا شدن، تمام عزیزانشون رو دیدن که خونه هاشون رو از دست دادن شدن. از این موقع با اینکه خوشحاله که خودش براش این اتفاقی نیفتاده و شکر میکنه که اتفاق نیفتاده، ولی غمی داره و احساس گناهی میکنه که چرا عزیزانش و کسانی که دور و برش بودن این اتفاق براشون افتاده. با خانم عزیزی صحبت میکردم، گفت بین تمام خونه هایی که توی مالبو از بین رفته فقط مال ایشون مونده، تمام اون گروهی که اطرافشون بودن رفت. و میگم نمیتونم اصلا برگردم تو خونه زندگی کنم وقتی میبینم تمام عزیزانم که اطرافم بودن اونجا نیستن، من تنها اونجا احساس گناه میکنم اصلا دوباره. یعنی میبینین حتی با اینی که آدم شکر میکنه که خونش مونده باز احساسات خیلی قوی براش میاد برای این مسئله. کسانی هستن که مدرسه های بچه هاشون سوخته و همه اینا زندگیشون بسیار سنگین شده براشون و نمیدونن که چجوری جواب بچه ها رو بدن، ترس بچه ها. قسمت دیگه ای که فکر میکنم خیلی ربط داره به ایرانیان عزیز اونه که کسانی که تقریبا سنین من رو دارن و شاید که در انقلاب بودن و به زور باید از خونه هاشون میرفتن، توی خیلی از حمله ها بودن، خیلی از اون آزار و اذیت ها، آسیب های احساسی و تراما ها براشون برگشته. کسانی که سن شما تقریبا بودن و کمتر، اونایی بودن که از در جنگ بودن و خیلی ها اون تراما هایی که زمان جنگ براشون اتفاق افتاده براشون تمام برگشته و میبینن چقدر این احساسات غلبه داره میکنه بهشون. در نتیجه میبینین که در قسمت‌های مختلف این آسیب برای شهروندان، کسانی که اون اطراف هستن، یک جوری داره به وجود میاد و همونطور که فرمودید مقدار احساساتی که وجود داره نسبت به اون آسیبیه که چه امروز افتاده چه از قبل اومده. من یادمه که من نه در انقلاب بودم نه در جنگ‌های چون امریکا بودم، ولی یادمه که دو زلزله‌ای بودم که توی کالیفرنیا بود و اگه عزیزان اون زمان اینجا بودن یادشونه که تمام قسمت ولی اصلا مثل زمان جنگ شده بود و عین این حالت بود. ولی زلزله یا سیل یا خیلی از این چیزا ممکن آدم میتونه برگرده و اون اسبابای خودشو از اون وسط پیدا بکنه، چیزایی که براش عزیز بوده. آتش یکی از اون چیزایی که تمام زندگی اون شخص از بین میره
و غمی که میاد به این که باید رها بشی از تمام چیزهایی رو که بهش متصل بودی، نمیتونی هیچ وقت دیگه برگردونی. ممکنه کاناپه رو بتونی برگردونی، ولی یک سری مسائل هست، یک سری عکس هست، یک سری خاطره هاست، سری چیزهایی که هیچ وقت دیگه نمیتونی برای خودت برگردونی و اون غم، اندوه، سوگواری که به وجود میاد که انگار بدون اینکه این حق داشته باشی که خودت رها بکنی ازت گرفته شده، یه مستعصل بودن، یه احساس ناتوانی برای آدم به وجود میاد و اینه که من کنترل ندارم و یه ترس اینی که من اصلا کنترل ندارم روی این مسائل خیلی موقع ها بیشتر داره اون شخص رو آزار میده. به خاطر همین من اینا رو فعلا کاتگورایز کردم. بعد چون دلم میخواد یه دیالوگی باشه بین شما و من و عزیزان، به هم بگین که کدوم قسمت ها رو مایل هستید که بعد دیگه اون رو بیشتر باز کنیم با هم دیگه. خواهش میکنم. من فکر میکنم در واقع الان پروسه اول یه بخش زیادی خشم هست و غم، یعنی احساس میکنم بیشترین چیزی که میشنوم از بقیه هم و مراجعین اینه که اون سوگواریه وجود داره و یه بخشیش تو مراحل اول معمولا انکار هست و خشم و رفت و برگشت بین این احساسات خیلی اتفاق میفته. ممنون میشم تو این قسمت توضیح بدین که چقدر حالت طبیعی داره، چقدرش واقعا پروسه هستش که باید تو این فرآیند باشه نورمال، و بعد در این حال ما چه کاری میتونیم براش انجام بدیم که به هر حال مقدارش رو کمتر بکنه. حتما. مسئله که شوکه، میدونی که از مسائلی که اشخاص الان دارن تجربه میکنن اون شوکیه که براشون اومده و مخصوصا کسانی که از دست دادن، خونهشون از دست دادن، یاراشون از دست دادن و اونجا اولین شوک میاد که اون توی اون شوک بیشتر اون حالت انکار هنوز وجود داره که نه هنوز فایده نداره. کسانی هستن که هنوز خونهشون بیرونن، توی هتل ها هستن و اصلا دلشون میخواد برن برگردن ولی نمیخوان برگردن و نگاه کنن. اونجاست که خودشون رو توی اون انکار هنوز نگه داشتن، چون روبرو شدن با این مسئله یعنی که اون وقت باید کاری انجام بدم و هنوز حاضر نیستم که با این مسئله روبرو بشم. بعد اونجاست که خب خشم به وجود میاد که اون هم قسمتی هنوز از نپذیرفتن اینه. تقصیری که وقتی اتفاقی میفته ما اون تقصیر کسی بندازیم میگه درسته، تقصیرش چه کسی بوده؟ گاورنر بوده، نمیدونم کرین باس بوده، این بوده، اون بوده، تمام شهردار بوده و شروع میکنیم این کار انجام دادن. آدمایی که اومدن آتیشا رو درست کردن، خشمی که به اونها پیدا میکنیم، خشمی که به آدمایی پیدا میکنیم که به ما کمک نکردن اون لحظه. مثلا از خودشون آدم‌ها خشم پیدا میکنن. من قرار بود این خونه رو بفروشم، چرا همون موقع نفروختم؟ چرا این کارو نکردم؟ چرا اینو جمع نکردم؟ میبینین این خشم اون لحظه میاد که قسمتی از اون مسئله هنوز نپذیرفتنه. بعدش رابطه طبیعیش میره به میگه چونه میزنیم با چیزی که نمیتونیم، چونه میزنیم، بارگن میکنیم. اگر اینجوری بود، اگر فلانی انتخاب کرده بودی، اگر اینطوری نمیشد. و در جایگاهی که ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم، معمولا مغز ما میره به اینه که سعی کنیم یه جوری جریان رو کنترل کنیم و این جریان رو کنترل کردن این اگر هاست که اگر همه اتفاقا میافتاد ما حقوقا رو القر روی همه دو جور میشد، این اتفاق نمیافتاد. خیلی موقع ها در اون لحظه داریم تصمیم میگیریم که حالا که این اتفاق افتاده من چه جوری حواسم باشه و این اگرها رو بذارم که برای آینده دوباره بتونم کنترلی بکنم که این اتفاق نیفته و بتونم پیشگیری بکنم اینو برای آینده. و بعد از اینها بر صورت اون غمه میاد، بالاخره یه جوری باید تجربه رها کردن رو داشته باشم و اینی که نمیتونم اون شرایط رو دوباره به دست بیارم. از اونجا ممکنه که تشویش و اضطرابی هم به وجود میاد برای بازسازی. خیلی اصلا نمیدونن چه کار بکنن. خب کسانی که از نظر مادی در جایگاهی هستن که بتونن راحت بازسازی کنن، این تشویش و اضطرابشون کمتر میشه و میرن توی عمل. کسانی که ندارن اون بودجه رو و نمیتونن که اون کار انجام بدن، سپورتی ندارن، کسانی اطرافشون نیستن، باز خیلی موقع ها تا میان رو بشن انقدر زیاده این ترس که دوباره ما خودشون رو برمیگردونن توی انکار. نه من نمیخوام باهاش آشنا بشم، نمیخوام نگاش بکنم. در این شرایطی که خب اگر توی هتلی هستن، تنها هستن، ممکنه خوردن مشروب، مواد مخدر، هر چیزی که اینو آروم بکنه یک دقیقه اون ترس رو اونها رو پایین میاره که الزاما برای تصمیم گیری های بعدشون ممکنه درست نباشه ولی شاید تنها کاریه که اون موقع انجام میتونن بدن.
دوستان، کسانی که در کنارشون هستن اون موقع میتونن خیلی کمک بکنن و میتونن مضر باشن، چون هر کسی میخواد بگه چیکار بکن چیکار نکن و ممکنه الزاما ربطی نداشته باشه. در اینجا با اینه که فامیل میتونه خیلی کمک کننده باشه. بعضی موقع میبینی که یک انسانی که از درون کلافه است و نمیتونه اصلا مغز خودش رو نمیتونه کنترل بکنه، اینه که 10 نفرم دارن میان بهش میگن این کارو بکن اون کارو بکن، چرا اینجوری نکردی چرا اونجوری نکردی، میبینین که اون فضا رو بدتر میکنه. و بعد این پروسه انقدر به هر صورت در زمان خودش جلو و عقب میره تا بالاخره برسه به جای پذیرش. از اون پذیرشه خب بازسازی شروع میشه. این ممکنه برای یک نفر در یک روز اتفاق بیفته، ممکنه برای یک نفر در 10 سال اتفاق بیفته. نسبت به شخصیت خودشون چجوری توی مسائل باورهاشون گیر میکنن، چجوری فریز میکنن وقتی اتفاق میفته، و اینی که چجوری ریسورس ها و کارهایی که میتونن بکنن که از توی این جایگاه بیان بیرون. و این غم و سوگواری خورده خورده اتفاق میفته. یعنی ممکنه که شما هنوز بعد از چندین و چند سال یه دفعه یادتون میاد آخه یادت اینو داشتم دیگه ندارم، یادت اون مثلا رفته بودم فلان جا همچین مثلا تابلویی رو خریده بودم که یادآوری این بود و همش رفت. و میبینین هر زمانی که یادآوری میشه به اون قسمتی رو که دست دادیم، دوباره این غم دوباره برمیگرده. خیلی متشکرم. البته اونجا که من در جریانم، متاسفانه اکثر کسایی که در واقع در پارس هم مواجه ما هستن، بخشی هستش که خب مهاجرن و اون تمکن مالی خیلی بالا رو ندارن که به راحتی بتونن فکر کنن که خب الان پس من یه سرپناهی میگیرم، حالا 6 ماه سال دیگه مثلا بیمه کم کم پولمو بده یا هر چیزی. یعنی اون لول استرس رو باز بالاتر میبره توی این قضیه. و همونجور که شما گفتین زمانی هستش که واقعا به جای چسبیدن یا اینکه کمک از درمانهای موقت گرفته بشه، بهترین راه این هستش که یه بخشی تو پذیرش باشن، اینجور که من متوجه شدم، و اینکه عجله هم نداشته باشن برای اینکه همه چی رو به شدت بخوان درست کنن و بپذیرن که این اتفاق افتاده و الان راهکارهای عملی چی هستش که میشه براش شروعی داشت به جای اینکه بیشتر توی استیصال فرو برن. یعنی برای مهاجرین خیلی سخته، برای اینکه اونها یک بار باید خداحافظی میکردن از تمام چیزهایی رو که داشتن. شاید بعد فقط با 2 تا چمدون تمام زندگیشون رو میذاشتن اومدن. حالا بعضیا بالاجبار که خب اون بیشتر سختش میکرده، بعضیا به هر صورت با انتخاب و اون هم به هر صورت خداحافظی سوگواری های خودش رو داره. و داری میای یه مملکتی که فکر میکنی که از اینجا دارن میسازن و بعد تا میای بسازی دوباره ازت گرفته بشه، خیلی خیلی دردناکه. در نتیجه مقدار غم اونها خیلی زیاد خواهد بود. ولی از طرف دیگه میتونم بگم که مهاجرین کسانی هستن که قدرت خودشون رو تجربه کردن. یعنی اگر از بلد شدن که یک بار خداحافظی بکنن، رهایی پیدا کنن و بیان و دوباره بسازن، میتونن در خودشون ببینن که این قدرت خودشون در وجودشونه و میتونن اون رو دوباره استفاده بکنن برای اینکه دوباره سازی بکنن. یکی از مواردی که اتفاق میفته که باید حضور بهش داشته باشیم اینه که چه نوع افکاری، چه نوع رفتارهایی و حتی چه نوع احساسهایی کاربردی نداره. و درست خیلی حالت طبیعی ما میفتیم توی اون فکر کردن و اون احساسات جریه دار میشه و این کارا رو انجام میدیم. ممکنه خیلی نرمال و طبیعی باشه ولی کاربردی نداره و در نتیجه تشخیص این مسئله و تمیز دادن که اگر کله من میفته اونجا، احساسای من اینجوری داره میشه و این حرفا رو میزنم، این حرکات رو میکنم، به درد من نمیخوره و چیزی رو بهتر نمیکنه، سریعتر نمیکنه، پس اجازه بدم به خودم که این رو قطع کنم و افکاری رو داشته باشم، احساسات و رفتارهایی رو داشته باشم که کمک کننده است و میره جلو. مثلا اینی که در بد و بیرا به همدیگه بگیم و بگیم تو کارت اشتباهه، کارایی نداره. اینه که بحث‌های بیخودی سیاسی بکنیم، الان کارایی نداره. اینه که همه دنیا رو الان مقصر کنیم، کارایی نداره. اینه که من بلنشم برم توی جایی که ببین چقدر من بدشانسم، نمیدونم پدرم در اومده از اینجا، کارایی نداره. در نتیجه شناخت اینه که آیا مدل فکر کردن من در اینجا داره منو جلو میبره یا داره منو عقب میبره.
اونجاست که کمک میکنه. مثل این میمونه که مثلا من دلم درد میکنه و به جایی که به دل دردم برسم، حالا یه دونه چماق هم برمی‌دارم میزنم تو کله خودم. خب چماق زدن تو کله خودم به دل درد من نه تنها کمکی نمیکنه، بلکه تازه درد اضافی داره به وجود میاره. یعنی حضور پیدا کردن که در کدوم گفتمانی ما داریم خودمون رو جلو میبریم و مواظب باشیم که توی شبکه‌های اجتماعی که همه دارن به جون هم دیگه میرسن میپرن برای اینکه مسئولیتی هم ندارن، یکی پشت نشسته یه اسم دیگه هم واسه خودش انتخاب کرده، هر چی دیگه دلش میخواد پخش و پلا میکنه، خشمشو، نفرتشو. و جالب اینجاست خانم شعبانی که در کنار نفرتی که داره از آدم‌ها بیرون میاد که حالا عصبانی‌ان و میخوان نفرت خودشون رو بیرون بکنن، در کنارش هم زیبایی اینه که چجوری انسان‌ها دارن در کنار هم میان. از کدوم ممالک همه ریختن توی لس آنجلس که به هم کمک بکنن. چجوری لس آنجلس پر شده از اینه که آدم ها اومدن از خونه زندگی خودشون برداشتن اومدن گذاشتن جاهایی که میتونن که به خدمت بکنن. هر چی که شما فکرش رو بکنید رو آوردن و توی این سنترها گذاشتن. شلترها اومدن از کانادا، از مکزیک، از ممالک دیگه، از ایالتهای دیگه، همه اومدن دارن والنتیر میکنن که کمک بکنن. اونجاست که میبینین آیا نفرت من، آیا بد و بیرا گفتن من، آیا بحثای الکی سیاسی کردن من، آیا مقصر کردن من و تقصیر اینه، تقصیر اصلا انگلیس هاست، تقصیر فلانه، تقصیر بیساره، آیا کمک کننده است واقعا به این جریان، یا اینی که بلنشم کمک بکنم، خدمت بکنم، اگر یک چیزی دارم ایثار بکنم، اگر یک عشق و مهری دارم رو به هم دیگه بدم. آیا راه حلی بلدم؟ آیا اطلاعات درست برای بیمه، برای این پیدا میکنم؟ آیا چیزی هست که میتونم در خدمت آدم ها بذارم که در سهیم باشم در جلو بردن این بازسازی، تا اینی که سهیم باشم در هم حال خودم رو خراب کردن، هم تمام اجتماع رو خراب کردن. این یک مسئله‌ای که به نظر من کمک میکنه. دوم اینه که حتی اگر که من با نیت خیلی خیلی بالا و خوبی دلم میخواد که آدمی رو که در غمش نشسته رو به زور بگیرم بکشمش بیرون، اون هم بعضی موقع ها کمک نمیکنه. یعنی یه نفری که در غمش نشسته، مثلا صحبت‌های فلسفی کردن باهاش که نه دیگه اصلا خوب شد که این رفت، یک فضای زیبایی از اینجا قراره به وجود بیاد، مگه ما چی داریم، مثلا یه لحظه میمیریم، همه چیزو باید. برای درسته که این حرفا از نظر فلسفی خیلی زیباست، ممکنه اشعار حافظ و مولانا و اینا در اون زمان خیلی زیباست که داشته باشیم که رها کنیم، ولی اون شخصی که تو درده هنوز نرسیده به اون جایی که بتونه این رو دریافت بکنه و به خاطر همین خودش رو جدا میکنه از شما، برای که میگه تو که نمیفهمی، مثلا دنیای دیگه ای، در یه باغ دیگه ای، تو باغ من نیستی که اینا رو بفهمی. بعد خودشون میبنده و در نتیجه با اینی که با نیت خوب و زیبایی شما میخواستین دست یک نفر رو بگیرین، ولی چون حضور ندارین به اینی که شخص مقابلتون کجاست، اطلاعاتی که دارین میدین بهش کمک کننده نیست. میدونی مثل میمونه که مثلا طرف داره میلرزه از تو، شما میگی بستنی خیلی خوشمزه است، بیا بستنی بخور. خب بابا داره میلرزه از توی، بستنی خیلی هم خوشمزه است، ولی نه برای الان. خیلی کمک میکنه برای ماهایی که داریم کمک کننده هستیم، داریم دست یک نفر رو میگیریم. شناخت اینه که شما اگر عزیزی دارید، کسی هست در کنارتونه و میخواین بهش کمک بکنین، شناخت و ازشون پرسیدن که اونا اون لحظه چی احتیاج دارن و اون چیز رو که اون احتیاج دارن اگر میتونیم بهشون بدیم خیلی کمک میکنه. برای خودمون احساساتمون طبیعیه، اجازه بدیم که باشیم توش، بنویسیم. فقط نوشتن خودش شروع میکنه رها کردن، راه رفتنه، ورزش کردنه. میبینیم که این احساساتی که خیلی زیاده توی بدن ما و من نمیدونیم چی کار باهاش بکنیم و شروع میکنه رها کردن. تشویش و اضطراب سر صبح و آخر شب اولین زمانیه که داره شروع میکنه بیشتر اومدن، برای که سکوت داریم ما تا تازه صبح میخوایم شروع کنیم زندگیمون رو و روبرو بشیم، تشویش و اضطراب شروع میکنه اومدن. آخر شب وقتی همه کارا رو کردیم میخوایم سرمون رو بذاریم، یک دفعه میبینین حمله میکنه بهم. در نتیجه ورزش کردن، تکون خوردن سر صبح و قبل از شب مهمترین زمانیه که شما میتونید این احساسایی که داره میاد از بدنتون رها کنید. نفسهای عمیق کشیدن، مدیتیت کردن، همه اینا کمک میکنه که اول سیستم عصبیتون یه ذره آروم کنید. موسیقی های هست توی یوتیوب میتونید مجانی داشته باشین، binaural beat, relaxation music, meditation music.
آروم بکنین اول، برای اینکه شما وقتی که از نظر احساسی خیلی مضطرب شدید، سخت میتونید که از منطقتون استفاده بکنید و قدم‌های بعدی رو بزنید. اجازه بدین اول آروم بکنید خودتون رو، بعد از اون شروع کنین نوشتن. قدم‌های بعدی من چیه؟ کی انجام بدم؟ فردا به اینجا و اینجا زنگ میزنم. پس فردا اینو خبر ندارم چی کار بکنم. سعی میکنم اطلاعات پیدا کنم، تحقیق بکنم. دونه دونه اینا رو شروع میکنه نوشتن و اگه آخرش داره میگه الان کاری دیگه میتونم بکنم، نه، پس اجازه میدم که با خودم آروم باشم و بتونم بخوابم، چون انرژیمو احتیاج دارم. اگر رو میتونم دوباره بنویسم و میگم خب حالا فردا صبح به اینا نگاهی میکنم و میرم جلو. در نتیجه اگر ما تو عذابیم خودمون، بتونیم خودمون رو اینجوری آروم بکنیم و قدم هامون رو پیدا کنیم. اگر کسی هستیم که دوستان و عزیزانی داریم که باید بهشون برسیم، ازشون بپرسیم چی احتیاج دارن، چیزی رو که به ما میگن احتیاج دارن رو وقت بهشون بدیم و اینجا خیلی کمک کننده تر. خیلی ممنون، متشکرم. چقدر به درستی و فوق‌العاده اشاره کردیم. من خودم هم توی مدت توی سوشال مدیا و توی گروه های دوستان میدیدم که چقدر دیگران رو بلیم میکنن. از این تحلیل سیاسی حالا صبر کنیم ببینیم قرار چی بشه، چه چیزی پشت این ماجرا بوده، همه چی فکر شد دائما و به هم پریدن ها کلی دوستی رو داره خراب میکنه، مثلا به جایی که کنار هم باشن. فوق‌العاده بود که چقدر خوب دور باشیم از این فضا و ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. و ممنون از تکنیک هایی که توضیح دادیم برای آرومتر شدن. و نکته مهم دیگه این که گفتیم که ما اینو کالچاری داریم، وقتی دوستی عزیزی رو میبینیم توی سختیه نمیپرسیم، ما راه حل خودمون رو معمولا ارائه میدیم و سعی میکنیم از اون طریق کمک کنیم. این پرسیدن اینکه چی الان به تو کمک میکنه خیلی فرمول فوق العاده ایه، برای اینکه حتی ممکنه حتی خیلی بشناسیمش ولی اون لحظه نتونیم درک کنیم که فقط شاید یه آرامش و سکوت باشه. و دانشی رو به طرف بدیم، پیامی رو به طرف بدیم که من اینجام برای تو، تنها نیستی. درسته که تو بر راه خودتو پیدا بکنی اون جایی که باید از این مرحله به مرحله بعدی بری، ولی تنها نیستی. حالا من ممکنه که کاری نتونم بکنم غیر از این که بدونی پشتتم، غیر از اینه که بتونی اگه داری تصمیمی میگیری با من چک بکنی و من عقیده خودم رو بدم، به جایی میای که اگر راهی رو پیدا میکنم یه رفیق دیگه به من یه راهی رو داده، این راهو در اختیار تو بذارم. این تنها نبودن یکی از مواردیه که اتفاقا کمک کننده است در بلاهای طبیعی. بله. یعنی خیلی موقع وقتی یه چیز خصوصی برای ما به وجود میاد که دست، مثلا اگه همه جای عین هم باشه، بعد یه دفعه خونه من میسوزه، همه چیز دنیا داره جلو میره فقط مال منه، یک فضای تکیه که من دارم تجربه میکنم. ولی وقتی که یک شهر، دو شهر، سه شهر با هم داره میسوزه و هنوز در جایی هستیم که منتظریم که آیا هنوزم از این رد نشدیم، یعنی با عزیزانی که من صبح داشتم حرف میزدم هنوز چمدونا بسته است، برای اینکه هنوز داره باد میاد، هنوز ممکنه این برگرده باد و این آتیش رو ببره تمام ولی رو بسوزونه، یعنی هنوز ترس وجود داره برای همه ماها. و به خاطر همین دانش به اینه که تنها نیستیم، این دفعه تو این بلای طبیعی تنها نیستیم و چون تنها نیستیم مراکز و مراجعی هست، مثل مرکز برابری پارس، مثل خیلی از مراکز دیگه‌ای که میدونم شما لطف کردین و این لیست رو در شبکه‌های اجتماعی پارس گذاشتید، به اینکه کجاها هست که میتونن اشخاص کمک بگیرن چون تنها نیستن و خود این خیلی کمک میکنه که ما بتونیم از این مسیر شاید یه ذره راحت‌تر عبور کنیم. همینطوره. خیلی ممنون. یه سوالی که پیش میاد در مورد تفاوت واکنش بزرگسالان و کودکان هست و اینکه چه برخوردی مناسب هست برای کودکان. ممنون میشم در این مورد به همون توضیح بدین. یکی از سوالایی بود که میپرسیدن و خیلی خوب نمیدونن چون بار اوله و میشنویم از شما. ممنون. بچه ها هرچی که کوچیکترن عمق مسئله و اینکه چه اتفاقی میفته رو متوجه نیستن و فقط امنیتشون رو میخوان و بعد هر چقدر که کوچیکترن نگاه میکنن با آدم بزرگا و میبینن اگه اونا ترسیدن و مستاصلن، اونها هم شروع میکنن گریه کردن و بیشتر ناراحت شدن. در نتیجه ممکنه که اینو به نگاه بکنیم که بچه ای رو که کوچیکه
بگیم نوزاده تا مثلا 10 سالشه، آدم ها میتونن که کاری که باش بکنن هی خیالش رو راحت بکنن. It's okay، همه چی خوب میشه، حالا اومدیم اینجا. حتی برای بعضی موقع ممکنه بگیم که حالا اومدیم مثلا سفر، اومدیم توی هتل، اومدیم الان سفر، و شروع میکنن که نمیخوان، مسئله دروغ گفتنه نیست، مسئله که آیا درک بچه اون موقع چی هست و چی میتونین بهش بدین. چون بعضی موقع ممکنه چیزهایی رو داریم مطرح میکنیم که اونا نمیدونن. ولی اینم دقت بکنین، شما اگه تو هتلین، تو خونه هستین و تلویزیون هست، هر چیزی که هست، بچه‌ها دارن گوش میدن. مثلا خیلی از صحبتایی که شما دارین انجام میدین اونا دارن گوش میدن. چیزی رو که اونا احتیاج دارن اینه که خیالشون راحت باشه که آدم بزرگا دارن از اونا نگهداری میکنن و آروم آروم مسائل داره حل میشه. تلویزیون رو هی روشن کردن وقتی بچه‌ها هستن و تمام این صحنه‌ها رو دارن میبینن، برای اونها ممکنه نگران کننده باشه. در نتیجه اخبار رو بگیرید، ولی حواستون باشه که تو جایگاهی نباشید که این تلویزیون دائم داره آسیب روانی به همه میزنه. اخبار بگیرید، بعد موسیقیایی بذارید تو خونه، بازی باهاشون بکنید تا اینی که خیالشون راحت باشه که ارتباطات یکیه. اگر چیزی رو از دست دادن، ممکنه مثلا با یکی صحبت می‌کردم، میگم من چجوری هستم به بچه‌م بگم اتاقی نیست دیگه که تو برگردی. در نتیجه نگاه کردن به یک فضای آینده شیرین‌تر. آره اون خونه نیست دیگه، می‌خوایم بریم یه جای خوشمزه‌تر، یه اتاق خوشگل برات درست بکنیم، برای تخت جدید برات بخریم، و اونجاست که یواش یواش متوجه میشین که برای یک کودک میتونین که این رو قوی‌تر و قوی‌تر بسازید براش، آینده‌ای که در حقیقت اون بچه میتونه بهش نگاه بکنه و آروم آروم مسائل رد کنه. بچه هم خاطرشون کمی کوتاه‌تره، یعنی یه چیز خوشمزه که جلوشون میاد راحت‌تر اون چیزی رو که قرار بوده عوض میکنن. بچه‌هایی که از 10 سال هستن تا مثلا فکر کنین تینیجر، بیشتر میخوان بدونن. ما مغزشون میدونی کاگنیتیو این قسمت جلو ساخته شده، داره ساخته میشه و بیشتر میخوان بدونن، و در نتیجه باز به جایی که زیاد از حد به اونها اطلاعات بدیم، صبر میکنیم به اینکه چی میخوای بدونی. اونام دارن اخبار رو گوش میدن. مثلا نوه ما در حدود 12 سالش نشسته بود اینجا و دلش میخواست که حرف بزنه. خواهر کوچیکترش میگه من نمیخوام، تلویزیون خاموش کنین، من نمیخوام بشنوم. در نتیجه مثلا من این پسر کوچولو که 12 سالش بود بردم توی اتاق دیگه، گفتم حالا هر چی دلت میخواد بگو، چون اون دلش نمیخواست بشنوه، بیشتر میترسید. و میگم من میترسم، نمیخوام بشنوم. در چون شروع کرد کتاباشو خوندن. با این پسر اومدیم گفتم حالا هر چیزی که دوست داری بپرس. بعد مسائلی رو داشت میپرسید و بیشتر زیربناش این بودش که آیا امنیت داریم یا نداریم، آیا باید کاری انجام بدیم یا نداریم. و اون خیالش رو راحت کردن که ما که بزرگ هستیم داریم اینا رو نگاه میکنیم، مرسی از اینی که میخوای بدونی، و تا حدی که میتونستی توضیح بده که این فایر از کجا اومده، چرا داره این اتفاق میفته و چه شرایطی هست، و اینو داشتیم توضیح میدادیم. گروه جالبی رو که برای من جالب بود از پدر و مادرها میشنیدم، بچه‌هایی هستن که اتفاقا یانگ ادالتن، یعنی مثلا بگین از 18 تقریبا تا 25 داشتن با خانواده‌شون زندگی میکردن، و اینها چون خودشون رو دیگه بالغ میدونن، جزو گروهی بودن با پدر و مادر داشتن کمک میکردن، اسبابا رو جمع میکردن، با اونها کمک میرفتن، اطلاعات میگرفتن از توی سوشال میدیا، شبکه‌های اجتماعی اطلاعات میگرفتن. و این گروه جالب بود که حتی از بعضی از پدر و مادرها میشنیدم که میگفتن که اینی که همیشه تو اتاقش بود با ما حرف نمیزد، و من میگفتم حالا من اینو چجوری بکشم بیرون، میگفت مثلا جالب بود برام، اولین کسی بود که ماشین رو پر کرد، همه چیزها رو انجام داد و خیلی سریع با میدونی مثل که مثلا الان یک فضایی به وجود اومده براش که میتونه کمک بکنه، داشت خودش رو نشون میداد. I was pleasantly surprised که من یه دفعه دیدم کسی که فکر میکردم نه بابا بزرگ نشده فقط قد علم کرده، دیدم چجوری وقتی که قرار شدش که مسئولیت قبول بکنه اومد جلو. در چه میبینین با هر سنی در جایگاهی که اونا احتیاج دارن چه چیزی داره اونا رو ناراحت میکنه، فقط میخواد خیالش راحت بشه که من شما دارین از من تکر میکنین کافیه، و یا اینه که بیشتر احتیاج داره بدونه، ولی زیربناش و هر صورت امنیت، که چجوری ما میتونیم به عنوان اشخاص بالغ به فرزندانمون فعلا امنیت رو و تجربه امنیت رو بدیم تا اینه که دوباره بازسازی کنیم و فضا رو برای اونها به وجود بیاریم. عالی، فوق‌العاده، خیلی ممنونم، متشکرم. در واقع البته اشاره کردین، ممنونم از صحبتاتون در مورد اینکه استرس رو، اون اضطراب رو کنترل کنیم و رزیلینس رو یا اون تاباوری رو در واقع تقویت کنیم. ولی اگر
در واقع تکنیک هایی هستش که عملی تره، الان دم دست تره. حالا اصلا میتونه از نوشتن باشه یا حتی اپلیکیشن، هر چی، شبکه‌های حمایتی، هر چی که هست. ممنون میشم اگر که بیشتر در موردش توضیح بدین، در واقع این تولزا رو بیشتر باز کنین برامون که بشه عملی تر بیشتر استفاده کرد. حتما. ببینین ما وقتی که به عنوان یک انسان تو ترس میریم، اولین اتفاقی که تو بدن ما میفته اینه که ما رو آماده میکنه برای یا حمله یا فرار. و خیلی موقع میبینیم که بعضیایی که توی کودکی آسیب دیدن، اونها بعضی موقع میبینن نمیتونن برن جلو، نمیتونن عقب و فریز میکنن، برای یه مدتی فقط وای میسن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. در چه شناخت از اینه که چه اتفاقی میفته. یعنی اونایی که میبینین الان دارن با هم دیگه دعوا میکنن، سیستم بدنشون رفته تو حمله و به خاطر همین هر چیزی رو پیدا میکنن که با هم دیگه دعوا بکنن. کسانی که فرار میکنن، من نمیخوام هندل کنم، هیچ چیزی رو نمیتونم تحمل بکنم، میرن زیر پتو قایم میشن یا میرن تو فضای خودشون، اونایی که دارن فرار میکنن. و اون گروه هم گفتم که اصلا مثل که نام میشه فریز میکنه و نمیدونه که باید چه کار بکنه. شناخت اینه که بدن من کلا توی سیستمی رو که دفعه شوک میشه و خطر رو داره حس میکنه، کدوم قسمت رو داره میره. همش هم طبیعیه، یعنی چیز عجیب غریبی نیست، ولی شناختش به ما کمک میکنه که حالا چه جوری بتونیم این مسئله رو آروم کنیم. کسانی که میرن تو فضای حمله، خب حمله به همدیگه کردن کمک نمیکنه. مثل یه قبیله‌ایه که خودش وقت خودش داره هم خودشو داغون میکنه. اگرم میرم من توی حمله، شاید بهتره که نگاه بکنم این انرژی آتیشی که داره تون به وجود میاد رو، انرژی آتیش به خاطر اینکه آتیش سوزی شده داره به وجود میاد، و چجوری ببرم که تحقیقات به وجود بیارم، از جاهایی که مهمه اطلاعات بگیرم، این عمل رو ببرم تو حرکتی که کمک کننده است برای خودم و همه، تا اینی که بسوزونم همه انسانهای دیگر رو و داغون کنم. کسی که میبینه تو سیستمش اینه که باید فرار بکنه، اشکالی نداره، زمانهایی رو برای خودش بذاره، پتویی بلافه یه چیزی بگیره دور خودش بگیره، یه چیز گرم کنه هی بدن خودش رو، بشین و شروع نکنه اخبارهای الکی گوش دادن، شروع کنه از روزنامه ها، نه تصویری بلکه روزنامه ها بخونه، چون تأثیری که روی احساسات میذاره خیلی کمتره. شما اطلاعات رو میگیری به جای که تصویری هی آتش سوزی ها رو ببینی و احساساتت برانگیخته بشه. شروع کنی اطلاعات اونجوری پیدا کردن، ولی بره توی اینترنت، تو فضای خودش بشینه تا تحقیقاتش رو انجام بده. چه کارهای دیگه هست؟ اگر غم داره چه اشکالی نداره، بشینه برای خودش گریه کنه، بنویسه این گریه هاشو، غمش رو شروع کنه نوشتن. ما وقتی که درباره احساساتمون می‌نویسیم، قسمت‌های مختلف مغزمون رو به هم دیگه وصل می‌کنیم و پروسه رها کردن راحت‌تر میشه و سریعتر میشه. در اینجا نوشتن، یک نامه‌ای نوشتن. الان خیلی هستن که دستشون رو به طرف، اگر مذهبی هستن، به طرف بالاتر از خودشون، خدای خودشون یا هایر اسپریت خودشون میکنن و از اون درخواستی میکنن. کسانی دیگه هستن که دعوا میکنن، هستن که اگه تو بودی، اگه حق بود، اگر این بود، چرا با ما این کار کرد. میشه هر کسی یه فضای خصوصی حتی با خدای خودش داره. بنویسن، نامه بنویسن به خداشون، اگر چیزی رو از دست دادن، اون خونه‌ای که از دست دادن رو نامه بنویسن براش، ازش خداحافظی بکنن. اینها کمک میکنه که اون غمی که در وجود ما هست رو ما اجازه بدیم و آروم آروم رها کنیم. اگر تشویش و اضطراب هست از آینده‌ای که نمیدونم چه جوری داره میاد، چه اشکالی نداره شروع کنیم نوشتن به اینی که اگر که یک کنوس جدید جلوی من گذاشتن و میتونم انتخابی داشته باشم در یک آینده جدید، یه خونه جدیدی، شرایطی، یه کار جدید، است یا کارشون رو از دست دادن، چون اصلا جایی که رفتن کار میکردن از بین رفته، کار جدید، یه چیزی، چه چیزهایی رو میتونم انتخاب بکنم و روی این ورقه بنویسم و شروع کنم آینده سازیمو حداقل در تخیلات خودم شروع کنم آوردن و نگاه کردن و اینه که چی دلم میخواد به وجود بیارم و آیا چه چیزهایی رو، ریسورس‌هایی رو دارم که بتونم اصلا برم به اون طرف. اینها کمک میکنه که از نظر احساسی ما اول بتونیم که خودمون رو آروم کنیم. موسیقی که شاید حتی بدون کلام باشه و آرامش کننده باشه، خیلی سریع ما رو میتونه از ویولنت مغزمون که وقتی که تشویش و اضطراب داره میره تو های بیتا، بیاره توی ویو الفا.
و این الفا جایی که ماها آروم میشیم و میتونیم ریلکس بکنیم. این نوع موسیقی ها پره، رایگانه، توی یوتیوب برای همه وجود داره بدون کلام، چون کلام به هر صورت باز یه سری انگیزه ها رو به وجود میاره. اینها رو گوش دادن و آرامش برای خود به وجود آوردن، چون بدونیم تا آرامش نداشته باشین تصمیمای سریع و درست رو برای خودتون نمیتونین بگیرید. در نتیجه اولین قسمت این حرکته. دومین قسمت اینه که برای کمک گیری از اشخاصی که میدونید میتونن بهتون کمک کنن، کمک نگیرید از اشخاصی که قراره رو نروتون برن و عصبیتون بکنن. الان وقت اون نیست. کمک بگیرید از کسانی که میتونن کمکی باشن، میتونن آرامش به وجود بیارن، میتونن قدمی رو جلو بذارن. و اگر کسانی هستن که بیشتر به نگرانی شماها اضافه میکنن، فعلا دوری کنید. حتی اگر عزیزتونه، مادرتونه، پدرتونه، دختر خالتونه، هر کسی و هر روزم داره زنگ میزنه، مرسی از لطفت، مرسی از این به فکر من هستی، من حتما دوباره بهت زنگ میزنم، الان کار دارم، باهات بعداً حرف میزنم. قطع کنین اونا رو، بذارین خودتون آرامش پیدا کنین تا بتونید تازه برای آدمای دیگه ای باشید. و این اشخاص ممکنه نذارن که با اینی که میگن با بهترین نیت میخوان کنارتون باشن، ولی اضطراب شما رو زیاد میکنن. در چه این یه قسمت دیگه است که از کسانی به حمایت بگیریم که بلدن به ما حمایت بدن، یا دانششو دارن، یا تکنیکا رو بلدن، یا اصلا میدونه مثلا چه جوری باید الان با بیمه صحبت کرد، میدونه چی کار باید کرد که بره قدم ها جلو بره که ما رو آرامش بده. سوم اطلاعات گرفتنه. میدونم که مرکز برابری پارس از خیلی جاها داره کمک میکنه و این اطلاعات رو میاره. LA تایمز هست، جاهای موثقی که شما میتونید اطلاعات رو بگیرید. و این اطلاعات الزاما توی شبکه اجتماعی که هر کی دلش میخواد همینجوری هر چی دلش میخواد داره میده رو نمیده. این تشخیص اینه که کدوم اطلاعات موثقه و میبره جلو ما رو خیلی خیلی کمک میکنه. و در نتیجه بریم اطلاعات صحیح بگیریم از همدیگه و بریم جلو. و این رو کمک، اگر اطلاعات صحیحی رو ما داریم و پیدا کردیم، در میون بگذاریم با عزیزانی رو که داریم و میتونه جلو ببره. اینها کمک کننده است که ما رو از این مسیر از نظر فعلا اول احساسی، فیزیولوژی بدنمون، و بعد اینه که چجوری کارمون رو جلو ببریم و بازسازی رو برای خودمون شروع کنیم، کمک کننده است. خیلی متشکرم، مرسی. لطف کردین. من خیلی زود شیر میکنم ریسورس هایی رو که پارس هست، میذارم توی چت برای دوستان عزیز. ولی میخواستم الان در واقع اگر سوالی شرکت کننده عزیز دارن که تو ذهنشون هست میخوان سوال کنن، ولی قبل از اون آیا نکته دیگه هست خانم دکتر شما بخواین خودتون اضافه کنین که میتونه کمک کننده باشه یا توصیه خاصی هستش؟ ممنون میشم. مهمترین مسئله رو که من تو این چند روزه یا میتونم تو این هفته بیشتر و بیشتر با مراجعین، دوستان، عزیزان، من خیلی از عزیزانم خونه‌هاشون رو واقعا از دست دادن، وقتی که دارم صحبت میکنم میبینم که این کنار هم بودن، در کنار هم بودن، اینی که فقط از همدیگه سوال بکن، حتی اگه تلفن هم نمی کنیم، فقط یه تکستی برای MS میفرستیم که در فکرتم، آیا کاری هست من بتونم برای تو بکنم یا نه. اینی که میدونیم یک اجتماعی هستیم که در کنار هم هستیم. این اجتماع الان دیگه فقط اجتماع ایرانیان نیست، اجتماع همه ماها در کنار هم هستیم. خود این خیلی خیلی کمک کننده است. مهرتون رو دائم بریم توی مهر، بریم توی تشکر، gratitude، بریم توی عشق. وقتی توی این فضا هستیم، حتی که زندم یا اگر حتی یه چیزی رو دارم، هر چقدر که تو این فضا باشیم درد خودمون کمتره. به خاطر همین راهی رو پیدا کنیم که فقط بریم توی این فضا، با اینی که احترام میذاریم به غممون، به خشممون و مثل این میمونه که زنگ تفریحی که میتونیم گهگداری برای خودمون به وجود بیاریم اینه که یه ذره بیایم بالا، نفسی بکشیم و یک قدردانی بکنیم. قدردانی بکنیم از بدن خودمون، از وجود خودمون، از کسانی که اطرافمون هستن. خود این مثل یه زنگ تفریحی میمونه برای سیستم عصبی ما که بتونه یه ذره آرامش پیدا بکنه و خب تا دوباره بره توی اون فضای طبیعی که داره. هر جوری که میتونیم بریم به اینجا کمک کننده است برای. خیلی متشکرم، سپاسگزارم، فوق‌العاده ممنونم واقعا. دوستای عزیز، فرصت داریم
در حدود 10 دقیقه. اگر سوالی دارین، چیزی تو ذهنتون هستش که میتونین از خانم دکتر سوال کنین، حالا میتونین دستتون بالا کنین یا اینکه توی چت در واقع بنویسین. منم توی این فرصت حالا یه سری لینک ها هستش که میتونم شیر کنم توی چت بذارم. عزیزان میتونید که دستتون رو بالا کنید یا فقط آدیو و ویدیوتون رو روشن بکنید و سوالی اگر دارید، یا اینی که توی چت بذارید. چون میدونم عزیزانی هم گفتن که هنوز برق ندارن و داشتن اومده بودن توی ماشینشون نشستن. یکی از مواردی رو که بخواید نگاه بکنین همینه که ممکنه خونتون سر جاشه، ولی اینکانوینینس، اتفاقایی که داره در کنار این مسئله میفته زندگی رو مختل کرده. با عزیزی صحبت میکردم که بچه‌هاش مدارسشون سوخته، یا اگر همش نسوخته به هر صورت برای یه مدتی گفتن بچه‌ها نیان برای 1-2 هفته تا بتونن فیلترها رو عوض بکنن، تمام اون شرایط رو عوض بکنن. و میبینین که مثل زمان کووید بودش که همه یه دفعه زندگی تغییر پیدا کرده بود و هر کسی باید تکاپو میکرد که یه جوری حالا با این چیزی که الان اتفاق افتاده جلو بره. برای خیلی از کسانی که الزامن خونهشون رو از دست ندادن ولی راحتی زندگیشون رو از دست دادن و باید تو این مدت یک جوری به هر صورت با اینجور چیزا بسازن. من فکر میکنم که نگاه کردن به اینه که چقدر ماها میتونیم انعطاف پذیر باشیم و انعطاف پذیری خودمون رو حداقل داشتم تشکر میکنین، تشکر کنین از خودتون و انعطاف پذیریتون که به هر حال هر اتفاقی که داره میفته ماها داریم مانوری میدیم تا با این مانورها بتونیم به یه جایی برسیم. در زمانی که با ناتوانی ها روبرو هستیم، نگاهی به توانایی های خودمون کردن خیلی کمک میکنه. گهگداری هم بگیم باریکلا به من که توانایی رو داریم. و بعد گفتن به هم دیگه که با اینی که همه ما در این مقابل این مسئله شاید ناتوان حس میکنیم، ولی نگاه کن چه جوری هم آدما دارن به هم میرسن، چی کار میکنن، چه جوری وقتی برق نداریم یه جوری داریم به هر صورت کمک میکنیم به خودمون یا بقیه. این جور مواردی که شروع میکنیم نگاه کردن، از خودمون از اون ناتوانی و مستعسل بودن این احساس در میاریم و شروع میکنیم هی یاد گرفتن به اینی که چجوری اون فضای تاب‌آوری رو که شما میگفتین، نگاه کردن به قدرت‌های خودم به جای ناتوانی ها، نگاه کردن به خلاقیت خودم یا خلاقیت اشخاص دیگه که چجوری انسان ها دارن در کنار هم خلاقیتشون رو به وجود میارن و دارن رشد میدن همدیگه رو. و این خودش خیلی کمک میکنه که ما رو هم خودمون رو بیاره توی حال بهتری، هم اطرافیانمون. خانم لیلا به نظر میاد که ویدیوتون رو بفرمایید عزیز. میوت هستید، اگر امکان داره خودتون رو آن میوت کنید. بفرمایید. خیلی ممنون از صحبت‌هایی که کردید، خیلی استفاده کردم. خود من به شخص بسیار برام خوب بود این صحبت‌هایی که کردید. مسئله که در مورد بچه‌ها گفتید، خب من خیلی دارم، من یه دوقلوی 7 ساله دارم و اونها شدیداً این ترس رو به خاطر اینکه همون که گفتین تلویزیون، من با پدر مادرم زندگی میکنم، تلویزیون و اخبار و اینا شدیداً مضطربشون کرده و گریه میکنم. ما اتاق تازه 2 ساله ما اومدیم و مامان اتاقمون رو از دست ندیم، وسایلمون رو از دست ندیم، تازه یه ذره آرامش پیدا کردن و این استرابو دارن. میخوام بدونم که آیا باید الان مثلا من حتی خواستم به دخترم، یه دختر دارم یه پسر، بگم وسایلی که دوست داری مثلا جعبه کن، آماده بذارم تو ماشین، یا نه اصلا کاملا الان انکار بکنم این قضیه رو و یا اینکه باهاش صحبت بکنم چیزایی که دوست داره جمع بکنه بذاره تو ماشین. میخوام بدونم چطوری برخورد بکنم باهاشون. ممنون میشم راهنمایی کنی. خب اگر که هنوز در جایی هستید که خطر این مسئله هست، بله حتما بهشون بگین، با هم بشینین، یه دونه مثلا جعبه درست بکنین، بگین خب چی چیزی دلم میخواد، اون چیزی رو که حتما دلم میخواد بذاریم. من میخواستم اینو براتون بگم که جالب بودش که هفته پیش نوه های ما 2 تاشون اومدن اینجا، چون قسمتی زندگی میکردن که بهشون گفتن ایواکویت کنین و بعد بهشون گفته بودن که خب هر چیزی رو که برای تو عزیزه رو بردار بیا.
بعد یک دونه بکپک بزرگ از هیکل خودش هم گنده، بله 4 سال و نیمشه، از هیکل خودش هم بزرگتر بکپک رو برداشته بود آورده و به هر چیزی که توش نگاه می‌کرد 2 تا از اسباب بازیاش بود و بعد توی مدرسه که تروفی گرفته بود تمام تروفیاشو گذاشته بود اون تو و اینو گفته بود اینا چیزای عزیز منن چون من برای اینا کار کردم. و بعد می‌بینی هر کسی برای خودش یه چیز عزیزی رو داره و این حق انتخاب رو میده، حق قدرت رو میده به اونها وقتی که این کار رو انجام میدید. ولی اگر که خونه شما و جایگاهی که هستین که از خطر گذشته و دیگه ربطی نداره، دیگه اون دیگه زائده، یعنی احتیاجی برای همچین کاری نیست و الان میتونیم به ساختار اینه که اشکالی نداره، ببین تموم شده عزیزم. حالا بعد حواسشون رو میبریم توی کارهایی که میتونن انجام بدن. اگر مدرسهشون هنوز هست که خب برمیگردن مدرسه، برمیگردن شروع میکنن کاری. و اگه تلویزیون رو میکنه یه اتاقی ببرینشون توی اتاقی و موسیقی بذارین براشون، موسیقیایی که دوست دارن و توی اون اتاق گذاشته بشه، در حالی که خب مامان بابا ممکنه که بیرون هنوز احتیاج دارن که خب اخبارها رو بشنون. بچه‌م اگه دقت کرده باشین اخبارها تکراریه، آدم یک بار که اینها رو شنید احتیاجی نداره که هی حالا دوباره بشنوه. درنچه اون هم ممکنه که بهتون کمک بکنه، حتی به مامان بابا ازشون درخواست بکنین که اخبار رو شنیدیم و یه چیز شادتری الان بذاریم که راحت بشیم. این تشخیصی که آیا هنوز خطر هست یا گذشته کمک میکنه که اگر هست بله چمدونا رو آماده کنید، به اونها آماده کنید و بهشون، به بچه ها یاد بدین که هر کدوم ما در جایگاه خودمون، در سن خودمون میتونیم یه کاری رو انجام بدیم. پس تو حالا بیا این قسمت خودتو انجام بده، بعد اینو بذار دم در، بعد اگر بعد با هم دیگه وقتی که بعد حالا بعدش چی میشه؟ نمیدونم چی میشه، ولی واقعا نمیدونم چی میشه. نمیدونم چی میشه، ولی خیالم راحته که همه ماها با هم میتونیم که از این مسیر بگذریم. خیالمون راحته از این مسئله. بنابراین اینطوری میتونین اون امنیت رو یواش یواش براشون به وجود بیارین. بله خیلی ممنون از راهنماییتون. این که فرمودین درسته، من خودم خب خیلی دچار اضطراب میشم و این خیلی میبینم که تاثیرش روی اونها هستش، به خاطر اینکه به قول شما خودمون مهاجرت کردیم، همه چیزو گذاشتیم و اومدیم دوباره تازه داریم این انگار که اون تروما دوباره داره زنده میشه و این خیلی اذیت کننده است. و هر چقدر که میخوام که این اضطراب رو یه ذره کنترل کنم، میبینم که یه جایی بالاخره میزنه بیرون و باعث شده عدم تمرکز و خیلی عوارض به دنبال اضطراب رو خیلی گرفتم. لیلا جان من پیشنهاد بهت میکنم و خیلی حرف خوبی زدی و این حرف کمک میکنه که این مسئله رو باز کنیم. اضطرابتون رو کنترل نکنید، اجازه بدید که برید یک فضای خصوصی و اون لحظه رهاش کنید به جایی که کنترلش کنید. یعنی اگر میخوای گریه کنی هیچ اشکالی نداره، برو دستشویی درم قفل کن، آبم روشن کن و بشین راحت واسه 5 دقیقه گریه کن و خیالت راحت باشه. اون لحظه‌ای که ریلیس میکنی بعد میتونی بیای بیرون و دوباره بری. ولی هرچی که داری فشار میدی این دوباره سعی میکنه بیاد بالا. هیچ اشکالی نداره، یه فضای خصوصی پیدا کن، برو حتی بیا تو ماشینت بگی بشین شروع کن، بذار رها بشه و بعد دوباره. یا کسانی که مثلا باید برن سر کار، میگم وقتی اضطراب میاد میگم ببین اگه میتونی 5 دقیقه وقت داری بری رهاش کنی برو، اگه نداری حتی بهش بگو میشنومه، اجازه بده ساعت 5 بعد از ظهر باهات خواهم، الان میشنومه، حق داری، ولی الان بذار، الان باید حواسم به این کار باشه، بذار این کارم تموم بشه، اون وقت میام بهت میرسیدگی میکنم. و همین حرفی که با خودت میزنی به جایی که نه نگاش نکن، نه باید اینجوری باشه، وقتی فشارش میدی اون بیشتر داره میاد بالا. وقتی اجازه بهش میدی، یا اینی که میگی ببخشید همگی 5 دقیقه میری و اجازه بهش میدی، همون کافیه و بعد دوباره میاد و 1 ساعت دیگه میاد، 1 ساعت دیگه میاد، اشکالی نداره. سعی به جای کنترل کردنش و خفه کردن احساسات، رسیدگی به اونها همون لحظه کمک میکنه و خیالتون راحت بکنم. شما بدونید اگر که برید یه فضایی به خودتون اجازه بدین گریه کنید بیشتر از 5 دقیقه نمیشه. فکر نکنید من الان برم بعد بشینم سالها مثلا تو چاه سیاه میافتم، نه اتفاقا این فشار دادن و انکار کردنه که آدم ها رو میبره تو اون چاه سیاه نگه میداره. مرسی، متشکرم. خواهش اگر میکنم. بچه‌های دیگه سوالی دارن من وقتشون رو نگیرم. لطف دارین عزیز. مرساد عزیزان اگر که سوالی دارید بفرمایید، اگه نه خانم شعبانی لطف دارن میکنن و تمام
ریسورس هایی که وجود داره رو دارن می‌نویسن و اینه که چجوری هر کدوم ما میتونیم که در خدمتتون باشیم و مرکز برابری پارس چجوری میتونه در خدمت عزیزان باشه. خیلی ممنون. مرسی از کمک و همراهی شما خانم دکتر. بله، من توی چت لینک ها رو گذاشتم، قسمت های مختلف هستش. خود مرکز پارس برای امرجنسی، کسایی که در واقع یه شرایطی دارن که الان از دست دادن خونه هاشون و در واقع شامل میشن متاسفانه توی آتش سوزی، کمک اضطراری $2000 داره برای یه سرپناه فعلی الان، ولی خب این بخشی از در واقع مجموعه هستش. کمک برای فما هست برای کسایی که خونه‌هاشون رو از دست دادن. من اینجا همه رو لینک ها رو گذاشتم. یه سری کمک های فدرال هستش، میتونن مثلا فرمایی هست که ما کمک میکنیم پر کنن، هزینه تعمیر خونهشون، بازسازی خونهشون. یه لینک اکسل هست که اونجا همش توضیح داده شده. مسکن موقت بخوان، نیازه حالا آب و غذا و لوازم در واقع اولیه زندگی، اموال شخصی، اینا همش کمک های فدرال هست. یه قسمت هستش در مورد پناهگاه های اگر بخوام برن، هم برای حیوانات هم برای شلترهایی که برای برای انسان ها هستش. مکان هایی که مثل temporary housing، مسکن های موقت هستش. منابع غذایی رو از کجاها میتونن تهیه کنن، بعد وام میتونن بگیرن بدون بهره، شرایطش به چه شکل هست برای اینکه کمک کنه خونه ها رو تخلیه کنن. بیزنسشون رو از دست دادن همینطور وام میده، در واقع از فدرال هستش و اینا رو ما میتونیم که یه سریا رو برای فرما و اینا بهتون اطلاعات بیشتر بدیم و کمکتون کنیم. ترانسپورتیشن هست توی اون اکسلی که آخر سر اومده که ریسورس های متفاوت هست، اونجا همه اینا توش در واقع گنجونده شده. و همینطور منابعی که برای مواقع اضطراری میخوایم، مثل اینکه اطلاعی ها کجا میاد، هشدارا کجا میاد، نقشه ها چجوری هستش، همه اینا دوباره اینجا توی همون اکسل گنجونده شده و به فارسی هم توضیح داده شده. برای همین میتونین توی این لینک هایی که اینجا گذاشتم بهش دسترسی داشته باشین. اگر سوالی دارین دیگه، فکر میکنم همتون هم توی سوشال مدیای پارس و تلگرام پارس هستین، وبسایت رو چک میکنین، اونجا دائما اینا براتون لینکاش گذاشته میشه، میتونین اکسس داشته باشین بهش، یا اینکه تماس بگیرین از ما سوال کنین. همینطور این 3 روز، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، اگر که کسایی که مستقیم تحت تاثیر آتش سوزی قرار گرفتن، علاوه بر صحبت‌های خانم دکتر کرد، خیلی فوق‌العاده موثر بود، ولی میخوان که صحبت کنن، احتیاج به زمان دارن، لازم دارن که کمک بگیرن، و در خدمتتون هستیم. لینک رو براتون گذاشتم، میتونین اپوینتمنت بگیرین یا تماس بگیرین. اگر سوال خاص asking problem participants have faced the result of these fires. ما فقط 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، در نتیجه بیشتر مرسی از اینه که لطف کردین فرمودین که میتونن اشخاص تجربه های خودشون رو بگن. فقط به خاطر اینکه از نظر زمانی باید خداحافظی بکنیم، شاید فقط فرصت برای یک سوال کوتاه داریم. یه سوال اینجا داریم، just asking what problems participants have faced as a result of this fire. چه مشکلاتی رو در واقع شما سوال کردی فاطمه جان؟ نه، انوش جان پرسیدن. خانم فاطمه اگه میخواین صحبت بکنین خیلی سریع میکروفونتون رو باز بکنین، برای اینکه ما 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم به هر کسی که مایل صحبت کنه. یکی از شما 2 نفر اگر مایل هستین سوالی دارین بفرمایید. میفرمایید اگر که آیا کسی میخواد صحبت بکنه، چون یه مقدار از مشکلات ماها گفتیم که چه چیزهایی رو تجربه میکنن، ولی تجربه خصوصی رو گفتن دیگه بستگی داره که اشخاص مایل باشن بگن. ولی سعید سوال به خصوصی دارید یا ندارید؟ اگه نه که خداحافظی میتونیم. نه فکر میکنم سوالی ندارین. دارین؟ اوکی. ندارم. اوکی.
مرسی. خیلی خوب، خیلی متشکرم، سپاس فراوان، مرسی از وقتی که گذاشتین، مرسی از همه شما که تشریف آوردین. ریسورس ها اینجا هستش، اگر سوالی داشتین میتونین با پارس تماس بگیرین. روز بسیار خوبی آرزو میکنم براتون و اینکه امیدوارم هر چه زودتر این مشکل برطرف بشه، این آتش سوزی ها بخوابه و همه برگردیم به یه زندگی با آرامش بیشتر. متشکرم و روز همگی بخیر. خیلی ممنون خانم دکتر، قربونتون برم. خدا نگهدار. خدا حافظ.